چرا نباید 1.5 میلیون بادکنک گازدار رو به سمت هوا برکنیم؟ در سال 1986 در کلیولند مردمان تصمیم گرفتند طی یک جشن همه با هم یه سری بادکنک رو به سمت هوا رها کنند که بعد از آماده‌سازی بادکنک‌ها متوجه شدن هوا بارانی و قرار رعد و برق‌های شدیدی بزنه. به همین دلیل تصمیم گرفتن بادکنک‌ها رو کمی زودتر به سمت هوا ول بدن. مردمان 1.5 میلیون بادکنک رو رها کردند، ولی چون هوا طوفانی بود بادکنک‌ها زمان کافی برای دور شدن رو نداشتن و همه پایین اومدن و تمام دریاچه و داخل شهر رو مختل کردند و توی جاده‌ها تصادفات زیادی رخ داد و حتی اونقدر وضع خراب شده بود که مجبور میشن فرودگاه کلیولند رو تعطیل کنه. این روزا همتون امیر محمد رو میشناسید که یه سری چالش‌ها توی پیج و کانال یوتیوب خودش میذاره که حالا به گفته‌های خودش بعد از چندین بار تلاش فیلمایی که گذاشته بود وایرال شد. امیر محمد به خاطر زبان شیرین ترکی که یه لهجه خاصی داره با جمله واقعی که تونسته نظر مردم رو به خودش جلب کنه و توی کارش موفق بشه. منم براش خیلی خوشحال شدم و امیدوارم مردم رو به خوبی بتونه سرگرم کنه. موفق باشی رفیق. اگه قرار نیست مثل ساناز پیگیر حالم باشی پس بهتره وارد رابطه نشین. ساناز داره دهن اینو سرویس میکنه، جرش داده اینو، زندگیشو به گوه کشیده. وارد رابطه نشین. مسی میگه من با رونالدو دست دادم، امباپه میگه من به صورت رونالدو دست دادم. خب حالا این وسط جورجینو باید چی بگه؟ این آقا با موتور داره یه چرخی میره که بعد ما با یه تصویر زیبا مواجه میشیم. بچه‌ها این پسره نوشت نمیدونم چرا همه به من میگن مریض. بله نه خیر، این آقا مثل این که مریض نیستن، احتمالا یه معلولیت، یه مشکلی دارن که به یه مرکز درمانی حتما باید مراجعه بکنن.